به این که الان من چیکار کنم. هرگاه تکرار میکنم ما بتونیم بار عاطفی منفی رو از رویدادهای گذشته برداریم، اون خاطرات گذشته ما رنج ایجاد نمی کنن دیگه، تبدیل به بصیرت میشن و منجر به پختگی میشن. بعد از اینکه اینا رو فهمیدم باید بتونم ببخشم. کیو؟ خودم رو باید بتونم ببخشم. یعنی من اون رنج رو بذارم زمین، نفس بکشم. انسان نوسان داره انسان به لحاظ ذهنی، روحی، عاطفی، جسمی، بالا پایینه، همش بالا پایینه. قبض و بسط مراتب داره. بسط مراتب داره. قبض بعضی وقتا سنگین‌تر، بزرگتر از گنجایش قلبی منه، یه وقتای بزرگتر از ظرف آگاهی منه. اون پختگی رو ندارم، هنوز گول صحنه زندگی رو میخورم، هنوز حالم بد میشه. من باید قبول کنم من آدم کاملی نیستم. اشکالی نداره که تو آدم کاملی نیستی، چون اگر انسان کاملی بودی در جهان فیزیکی پیدات نمیشد. کسایی میان اینجا که باید درس‌هایی بگیرن که کامل بشن برن. انسان کامل رو زمین نمیاد که. طبیعیه، همه همینن. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. در خرابات مپرسند که هوشیار کجاست.